فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد میگوید سازش احتمالی صلح با طالبان به آتش‌بس دائمی و صداقت جانبها به صلح پایدار در این کشور وابسته است. چیزی که طالبان میخواهند که درباره قوای امریکا، چیزی که ما میخواهیم درباره تروریسم، اگر به موافقان برسیم گپ نهایی نمیشه تا این مسئله و مسئله آتش‌بس دائمی که ختم جنگ باشد روش موافقه نشده باشد مسئله ختم نیست. روز یکشنبه در یک مباحثه تلویزیونی در شهر کابل که میزبانی آن را تلویزیون خصوصی طلوع بر عهده داشت، خلیلزاد گفت طلب طالبان اساساً به بیرونشوی سربازان آمریکایی از افغانستان ارتباط دارد. ما خود در جستجوی یک صلح هستیم، در جستجوی یک حل سیاسی هستیم، نه در جستجوی برآمدن. ما صلح میخواهیم که امکان برآمدن بده. ایالات متحده آمریکا 14,000 افسر و سربازش را در چارچوب نیروهای بین المللی زیر رهبری پیمان ناتو به افغانستان سفربر کرده است که وظیفه اساسی آنها تمرین نیروهای دولتی افغانستان و کمک به آنها در مبارزه با گروه طالبان و سازمانهای افراطی به مانند داعش یا خود گروه دهشت افکنی دولت اسلامی و القاعده می باشد.